ایو برا بکس، امیدوارم حالتون خیلی خوب باشه. آریا محمد هستم با اولین قسمت از سری برنامه‌های رپ اسنپ. میخوایم مردم به عنوان مسافر سوار ماشین بکنیم و شروع کنم براشون رپ کردن، ببینم نظرشون درباره این سبک از موسیقی زیرزمینی چیه و چه ریاکشنی نشون میدن. میدونید که این سبک تو ایران کاملا اجراش غیر مجاز هستش و ما نمیتونیم این کار انجام بدیم. برای همین افتادیم تو خیابون ببینیم مردم حال میکنن یا نه. موزیک متن و بیت این قسمت از برنامه رو آرسی زده. یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید، لایک کنید، اگه حال کردین برای دوستاتون بفرستید. نظر، انتقاد، پیشنهاد و حتی فوش اگه بود برای ما کامنت کنید. دوستتون دارم، دمتون گرم. همچنان دنبال مسافر داریم میگردیم تو خیابون ببینیم کسی پیدا میشه یا نه. دیروز اومدیم یه سریا رو سوار کردیم، نتونستیم که باشون ارتباط برقرار کنیم. امروز دیگه پیدا میکنیم. دیشب تا شب شد، یه هوا تاریک شد، نور رفت، هیچی به هیچ. هیچ خبری نیم. 40 دقیقه است نشستم، یه دونه اسنپ هم بهم نخورده. چرا اونایی که کار میکنن خب یکی پیدا شده، ببینیم حالا جوونه پیره، ببینیم چه اتفاقی در انتظارمونه. سلام علیکم، خوش اومدید. سعادت آباد تشریف میبرین دیگه؟ بله. مشکل نیست من این موزیک بذارم؟ اگه صداش اذیتتون کرد بگید قطعش میکنم.